خب دوستان، سراغ نیمه دوم بازی اینجا ریچارلسون تعویض میشه به جای سولانکی و فنهکم به جای دانسو تعویض میشه. خب دوستان، نیمه دوم شروع میشه. این برم البته لاویه تعویض میشه و به جاش اسم یارو مهدی بودش. شمارش هم دقیق نمیدونم، حالا الان میتونم برم ببینم. ولی ولش کن آقا، ما ببخشید که شمارش نمیدونم، ولی بذار اینجا 32. خب اینم یارو مهدی چی اصلا نمیشناختمش. آره، خلاصه اینم میاد وارد ترکیب میشه. بزنم پستش چیه، میدلفر. خب هیچ. اینجا بازی آغاز میشه. هی باز دوباره اون پرس 4-4-2 خطیه انجام میشه. اینجا استوا مهدی و اسوگو و گیتنز باز داره میان پرسمون میکنن، پرسی که دیگه توضیح دادم بهتون. و اینجا پرس خیلی شدیدی میشیم. حالا اینجا چیزه ریچارلیسون. خب این باز نیمه دوم که اومد خیلی موثر بود. حالا کاری به اون گلش ندارم، گلش خب مفت بود، دروازه خالی بود، ولی خیلی تاثیرگذار بود تو بازی. روند بازی رو تغییر داد با دریبلای خوبش و حالا کاری که کرد. و دانسو که خب دوستان، این شد که آقا باز دوباره هی پرس شدیم، هی پرس شدیم. اینجا دانسو توی پرس بودیم. گری پاس میده به دانسو. پدرو ژائو پدرو پشتشه. این یه سوتی میده. اینجا بود فکر کنم. اینجا هم تک به تک بود. دانسو میاد پدرو رو میکشه و کارت قرمز میگیره و همین میشه که مجبور میشه آقای گلگر بیرون بره و به جاش یه مدافع وارد ترکیب بشه که اسمش هم مالاشی هاردیه. مالاشی چی؟ چه اسمه سختی. اسمش شده مالاشی دیگه. و این میاد و تعویض میشه و یه هافبک کم میشه. و حالا دانسوبه که به بیرون میره و حالا ضربه ایستگاهی زده میشه و هیچ اثری هم نداره. اینجا مجبور میشیم که 10 نفره بازی کنیم و با 2 تا هافبک. و از اونجایی که 10 نفره هستیم، دیزربی میاد کار جالبی میکنه که معمولا این کار رو همیشه انجام میداد. چیکار میکنه؟ اینا رو جلو میذاره، یه ذره جلو. چارلیسون هم جلوه، سولومون هم جلوه و همین میشه که میره تو دفاع اتوبوسی. و همینجوری هی چلسی متعدد بهش حمله میکنه، هی حملات انجام میشه و بعضی موقع ما واقعا شانس آوردیم. باز دوباره هی پرس میکنه چلسی، هی پرس میکنه، میفهمه که دفاع اتوبوسی چیدیم، میاد 3 دفاعه میشه. و دیزربی چیکار میکنه؟ دفاع اتوبوسی ضد حمله، که هم اصلا گلی که زدیم روی ضد حمله بود، روی ضد حملات بود. میومدیم هی عقب، بعد باز دوباره ضد حمله هی میزدیم. ضد حمله خیلی کم زدیم و اصلا بعضی جاها انقدر پرسشون درست و دقیق و خوب بود که واقعا نتونستیم مثلا در بیایم. باز دوباره همون پرس 4 نفری و شدیدتر انجامش دادم. بعضی جاها سوتی دادیم. یه جایی بودش اینجا تونالی توپ دستش بود، 4 نفره با استوا و پالسترا اومدن قشنگ توپو ازش همینجا گرفتن و استوا رفت تک به تک شد با کینسکی. و شانس آوردیم که جایی که کینسکی واقعا خیلی آمار خوبی داره و فوق‌العاده بود، نذاشت که ما گل بخوریم. آره، این شکلی بود که هی اینا ما رو پرس میکردن، ما دفاع اتوبوسی بودیم. و راجع به این کار دیزربی خیلی از مربیای بزرگ فوتبال این کار رو انجام میدن و
در شرایطی که تو زورت نمیرسه، ما زورمون واقعا نرسید، مثلا توپ نمیتونستیم بیاریم بالا با اینکه تونالیو داشتیم و بازیکن دیگر رو داشتیم. البته خب بگم کارت قرمز هم داده بودیم، یکی از دلایلش هم همین بود، ولی دیزربی این کار رو انجام داد، یه ذره دفاعی تر بازی کرد و همین شد که ضد حمله بزنیم. ما از مثلا انقدر که اینا حمله کردن، ما مثلا کلا چند تا حمله به نسبت کمتر داشتیم و حالا توی همین آماری که فوتبال قرار با هم ببینیم میفهمیم که این میشه که ما مثلا اینجا بذارید تعویضی هم ببینم اینا، بعد آخر سر مایکیمو رو کیرماتن، تایل هال، ویلیام بارنت، کوتوتاکایو، جیمی داندی و تایلر تینگی وارد میشن. بند خدا تایلر الکی اومد که تو سری بازی تموم شد و آره کلی تقریبا همه بازیکن تعویض میشن به جز کینسکی و گری و این میشه که گلمون هم این شکلیه که اینا ما ضد حمله زدیم، 3 نفر فقط تو دفاعن با ریچارلسون و چیز این یاروه جیمی دانلی بود درسته یا مایکی مور بود، یا مایکی مور بود یا دانلی بود فکر کنم. میان حالا اینجا یه ضربه میزنن جای سولومون هم بود. آقا من بزنیم اینجا فکر کنم دانلی بود، دانلی و اینجا توپ میاد دستش، یه شوت نرم میزنه میخوره به تیر دروازه، اینجا برمیگرده، ریچارلسون آماده، پوزیشن گیری فوق‌العاده و توپ گل میشه در دقیقه 92. 1 دقیقه هم وقت اضافه بود و همین میشه که باعث بردمون میشه. بردمون سر تاکتیک خوب دیزربی بود، سر ضد حمله و همینطور خیلی خیلی شانس. خب دوستان این از آنالیز ما، آنالیز بازی بود. حالا بریم سراغ آمارها. خب بعدش هم راجع به عملکرد بازیکنان صحبت کنیم که بازی 2-1 شد به نفع ما. کوین دانسو هم اخراج شد. آره ببخشید من واقعا به خاطر اینجا سرصدای زیاد شد. آره خب اینجا هم که مصدومینه و آره خب کنم این قسمت که نه استاتس بازی از کجا میتونم ببینم؟ استاتس ها اینم که 2 بوده که 4 تو کلن 24 برد چلسی داشته، 11 مساوی و 6 برد برای تاتنهام. اینجا فقط چطوری من میتونم استاتس ها رو ببینم؟ حالا ولش کن. خب اینجا بریم راجع به بازیکنان نظر بدیم فعلا و خب راجع به کینسکی فوق‌العاده بود، خیلی سیف های خوبی داشت، واقعا دمش گرم، خیلی خوب بود. آرچی گری هم بد نبود، موثر بود. حالا خب در از پوستش هافبکه ولی خب دفاع راست هم وای میسته، بدک نبود، میومد به هافبک ها اضافه میشد، برخوال میومد عقب. فنهکه و دیویس هم خیلی خوب بودن، کلا دفاع های خیلی خوبی هستن. ولی خب دیویس خب خیلی با تجربه تره، فنهکه هم دفاع خیلی خوبیه که خود آقای دیزربی خیلی دوستش داره. رابرتسون هم واقعا فوق‌العاده است، به موقع میومد عقب و توپا رو دفع میکرد و به موقع میرفت جلو برای گلزنی که نه حالا اضافه شدن به خط حمله، خلاصه یه وینگ بک خیلی فوق‌العاده‌ای بود. راجع به برخفال هم که میومد عقب توپ گیری میکرد، زیاد تو حمله شرکت نمیکرد ولی خب یه جوری توپو یه خلاقیتی از توی محوطه داشت، یه جوری میشه گفت هافبک شماره 8 بود. تونالی هم که خیلی خوب بود، تو پرس خیلی خوبه، میاد جلو و خیلی به حملاتمون کمک میکنه. گلگر هم که فوق‌العاده بود، گلگر خیلی پرساش به موقع و دقیق بود، خیلی خوب پرس میکنه، خیلی خوب میدوه و آره سولانکه چیز خاصی ازش ندیدم از سولانکه، چون هم بگم البته خب نیمه اول واقعا اصلا کار خاصی نتونستیم بکنیم
متاسفانه زیاد حملات زیادی نداشتیم و سولومون همیشه جدیدن فکر کنم آقای دیزربی خیلی علاقمند شده بهش، خیلی جدیدن همش بازی میکنه سولومون. تل هم ماتیستر هم بد نبود. حالا سر مهاجما واقعا نمیشه نظر داد، چون که ما کلا اصلا اینا نیمه اول ما واقعا اصلا تو قوطی بودیم و اصلا حمله نمیکردیم، با ضد حمله باید پیش میرفتیم. و آره، اینم نمره به بازیکن‌ها. یه لحظه من باز دوباره قطع کنم و ببینم که آمارا رو از کجا میتونم ببینم.